در تاجیکستان تعداد داوطلبان مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی و تحصیلات عالی کم می شود. روسیه از شرکت شهروندان اکثر کشورهای پساشوروی در جنگ اوکراین علیه ارتش روسیه اظهار نگرانی کرد. اتحاد اروپا تحریم‌هایش ضد روسیه را تمدید می‌کند. در تاشکند به طالبان گفتند که با گروه‌های تروریستی مناسبت را قطع کند. در نتیجه تقسیمات اساسی مرکز ملی تستی از 80949 داوطلب که برای دانشجو شدن امتحان سپاریدند، تنها 57988 نفر به دانشگاه و دانشکده‌های کشور شامل گردیده سزاوار عنوان دانشجو شدند. از شماره عمومی داوطلبان 22470 نفر نتوانستند به مکاتب عالی داخل شوند. آنها امکان دارند در تقسیمات تکراری که از 12 تا 15 آگوست سال روان برگزار می شود شرکت کنند. خبرگزاری از پلیس با استناد از مرکز ملی تستی نوشت که در مجموع 82718 نفر از حساب ختم کننده صنف 11 و 13303 نفر از حساب ختم کنندگان صنف 9 برای سپاریدن امتحان در مرکز ملی تستی به قید گرفته شدند، ولی 68745 نفر از شماره عمومی ختم کنندگان صنف 11 و 12197 نفر از حساب ختم کنندگان صنف 9 در امتحان داخل شوی شرکت کردند و خلاص. در سال 2021 103777 نفر خود را توسط مرکز ملی تستی همچون داوطلب به قید گرفته شماره داوطلبان به تقسیمات راه یافته 81729 نفر را تشکیل میداد. سال گذشته شماره امتحان سپارنده ها نظر به سال 2020 13609 نفر کم بوده، شماره به دانشگاه و دانشکده ها و کالج ها راه یافته نیز 190 نفر کاهش یافته بود. سال 2021 11890 نفر عنوان دانشجویی را صاحب نشده بودند. این نشان داد از آن شهادت می‌دهد که در تاجیکستان در 3 سال اخیر تعداد داوطلبان به ادامه تحصیل در مکاتب عالی به طور فاجعه‌ای کاهش می‌یابد. دادستانی کلی روسیه از شرکت شهروندان اکثر کشورهای پساشوروی در جنگ اوکراین علیه ارتش روسیه اظهار نگرانی کرده است. ایگور کراسنوف، دادستان کلی روسیه، روز 26 ایول در ملاقات با یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان در دوشنبه گفت که جلب زرخریدان و آبکشی اوکراین با اسلحه برای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل یک خطر نهایت بزرگ است. به گفته کراسنوف، برای رفع این تهدیدها کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و نهادهای انتظامی باید خیمه‌های همکاری خود را موافق طلبات زمان نو کنند. گفته می شود که واکنش جانبی تاجیکستان به این پیشنهادها معلوم نیست. از آغاز مناقشه روسیه و اوکراین مقامات تاجیکستان هیچگاه موقع خود را در این باره آشکارا بیان نکردند. در همین حال روز 26 ایول در دوشنبه یوسف رحمان و ایگور کراسنوف یک برنامه همکاری های نهادهای نظارتی تا سال 2024 را امضا کردند و این همکاری مبارزه مشترک با جنایت و تهدیدهای چون تروریسم و افراطگرایی را در بر میگیرد. اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریم‌هایش ضد روسیه را برای 6 ماه دیگر تا پایان ژانویه سال 2023 تمدید کند. تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا ضد روسیه از سال 2014 در پی پیوست شدن کریم به روسیه و اتهام حمایت مسکو از مخالفان شرق اوکراین برقرار شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال جاری، این تحریم‌ها به طور قابل توجه گسترش یافت. وزیران انرژی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تصمیم گرفتند تحریم‌ها ضد روسیه را برای 6 ماه دیگر تا پایان ژانویه سال 2023 تمدید کند. از سوی دیگر و بنابر اعلام ریاست جمهوری چخیه که ریاست دوره شورای اروپا را نیز به عهده دارد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از کاهش شدید صادرات روسیه برنامه کاهش هماهنگی مصرف گاز خود را برای کاهش وابستگی به مسکو تصویب کردند. در تاشکند کنفرانس بین المللی افغانستان، امنیت و رشد اقتصادی به پایان رسید. بر اساس نتیجه های آن وزارت کارهای خارجه ازبکستان اظهارات نهایی نشر کرد. در اظهارات فهمش عمومی اشتراکچیان کنفرانس تاکید شده است که اقتصاد افغانستان باید همچون عامل مهمی نائل شدن به صلح پایدار در افغانستان احیا و تقویت داده شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در آمریکا را دزدی نامید. در اظهارات نهایی جانبداری از موقع حکومت موقت افغانستان در مورد آنکه قلمروی این کشور بر ضد امنیت کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد اظهار شده است. در این اعلامیه همچنین به ضرورت بازسازی دارایی‌های مالی در خارج کشور بازداشت شده افغانستان تاکید شده. گفته شده است که این ذخیره‌ها باید برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، بشردوستانه، طبی و تعلیمی 35 میلیون افغان برای قانع کردن نیازهای مردم روان کرده شوند.